ازت خوشش تو از 650 بری پول بدی به یه ماشین برای کی؟ راست میگه، تو خودت واقعا یه کادویی. اون دوتا در واقع گیجی که داری خودش کادویی برای ما. میتونی مثلا شیر بخوری. یعنی دلم کادو یا نداده به دوست دخترش یا کادو خوبی نداده، گرفته ماشینش سوزونده، انگار به گا داده. درود بچه‌ها، خوش آمدید به یک ویدیو جدید دیگه از چنل من. موضوع این ویدیو در مورد جشن ولنتاین که مال مسیحیاست و جشن سپندارمزگان که مربوط به ایران باستان هست قراره یکم صحبت کنیم و یه سری از یه سری هدیه‌هایی که این هموطنای ما یا خارجی یا هموطنای خودمون به دوست دختر یا دوست پسراشون هدیه میدن و ببینیم. هدیه‌هاشون واقعا چیز نیست که تصور میکنه. ببینید پشماتون ریخته. خب اول ما این شروع کنیم. میدونید که سرگذشت جشن ولنتاین دیگه احتمالاً باید بدونید که یک کشیشی بوده که اسمش ولنتاین بوده و توی یکی از پادشاهی روم، خب یکی از پادشاهی روم گفته مردان مجرد برای جنگ بهتر از مردان متحد هستند، خب و به همین دلیل ازدواج رو برای مردان جوان ممنوع تا مجرد بمونن و تمرکز روی جنگ بذارن و پیروز بشن. بعد یک کشیشی اومده که اسمش ولنتاین بوده، از دزدکی این پادشاه رومه اومده جوانانی که خب مجرد بودن و عاشق همدیگه بودن، خب اون دختر و پسره رو کشیش بوده و به عقد هم درشون آورده تا به همدیگه برسن و خلاصه عشق بازی کنن. بعدش این کشیش که اسمش ولنتاین بوده دستش لو میره، پادشاه رومه میفهمه و سرش میزنه و به یاد همون اسم این جشن رو میزنه جشن ولنتاین. و جشن سپندارمزگان که یه متن خیلی بزرگیه که الان براتون میخونمش که چیه. امروز 2 اسفند و 5 اسفند جشن سپندارمزگانه. من که ولنتاین سینگلم که نگرفتم، حتی اگه سینگلم نبودم بازم ولنتاین رو جشن نمیگرفتم، چون ما ایرانی هستیم و به دین ایرانیمون باید احترام بذاریم و اونا رو پیاده سازی کنیم. میفهمید چی میگم؟ و 3 روز دیگه جشن سپندارمزگانه که باید اونو جشن بگیریم. جشن سپندارمزگان یا اسپندارمزگان، جشن دلدادگی. به گفته ابوریحان بیرونی، اسپندارمزد ایزد موکل بر زمین و ایزد پشتیبان و نگهبان زنان شوهردوست و پارسا و درستکار بوده. به همین مناسبت این روز جشن زنان نامگذاری و مردم برای گرامی داشت زنان به ایشان کادو میدادند، کادو بخشش میکردند. این گزاره را گردیزی نیز در زین اخبار آورده است. از این روی جشن را مردگیران میگفتند که زنان به اختیار خیش و با آزادی شوی و مرد زندگی خود را بر می‌گزیدند، یعنی با آزادی. بنابراین در روز 5 ماه اسفند جشن زنانه مردگیران یا مجدگیران که ویژه زنان نام داشته برگزار می‌شده. پس تاریخ درست جشن سپندارمزگان یا اسپندگان یا مردگیران که 3 اسم داره یا مجدگیران شد 4مین اسمش در گاه شمار خورشیدی 5 اسفنده که میشه 3 روز دیگه. امروز 2 اسفنده باید جشنش بگیریم. خب این تا اینجای ویدیو سرگذشت این دو جشن رو فهمیدیم. الان بریم با هم یه سری از کادوهایی که این هموطنان به همون چیزی که اول ویدیو گفتم هدیه دادن، کادوهای خفن و لاکچری و نمیدونم یا چیزا رو بدیم. دوستان شروع میکنیم با ویدیو اول. بریم.
سلام. خوش اومدی. مرسی. ببخشید واسه کادوی ولنتاین برای یه رابطه 1-2 ماهه چی دارین؟ 1-2 ماه. آره. اینو ببریم. برای رابطه 3-4 ماهه چی؟ 3-4 ماهه به نظرم این هنسفیری جوابه. هنسفیری؟ نه. حالا یه رابطه اگه مثلا تا 6 ماه باشه باز چیزی پیشنهاد داریم؟ 6 ماه؟ آره. چجوری هندل میکنه؟ نه جریان داره. بله جریان. اینو ببرید. ساعت بله؟ آها. خوبه. عالیه. اون وقت حالا یه رابطه مثلا 1 ساله باشه. 1 سال؟ برای خودتون؟ نه برای کسی نه مریض دارن خونه. اینو ببرید. آها این دیگه واقعا عالیه. آره خیلی ممنون. فقط ببخشید یه سوالی، اگه حالا یه رابطه ای 3 ساله بود باز چیزی 3 ساله؟ که من یه پیشنهادی برای شما دارم. به نظرم شما دیگه برو بگیرش. واقعا؟ نه بابا گردن نه خب همین اینا رو همشو میبرم ولی نمیگیری. نه خیلی ممنون. واقعا راست میگه. 3 سال طرف باهاش دوست دخترشه. حساب کن و حتما میدونی یه چیزیه که خوبه که اون دوست دختره که 3 سال باهاشی. خب نبودم اون 2-3 ماه ولش میکردی. قطعا یه چیزی هست، یه ازت خوشش تو از نگاه کن. رابطه ای که بیشتر از 1 سال نه 2 سال طول بکشه دیگه باید نامزده رو کنید بگیریدش بره. خب یعنی اون شما همدیگه رو دوست دارید. من سردرد میارم از این چیزا چون خودم ندارم، ولی طولانی مدت شد باید بگیریش. اینو دیگه باید بدونید. همین دیگه. بریم سراغ ویدیوی بعدی دیگه. ریتو حسان پلی. امروز 25 و آخرین تایمت واسه کادو خریدن. لاماری داریم قرمز 1,650. اگه میخوای پایین تر هزینه کنی این برلیانس 220 هم هست که 500 میلیون. اگه نمیخوام کادو بخری دب بکنی اون که دیگه موضوع خودشه. باید دب بکن. الان 2 تا فوش بشنه کی لاماری میگیره؟ لاماری 1,500 1,650 بری پول بدی به یه ماشین برای کی؟ فقط به یه شرط میشه همچین کادوهایی گرفت برای روز ولنتاین که اون طرف زنت باشه. حتی من زنتم باشه بازم همچین چیزایی نمیگیره. بعضیا نمیگیرن ولی بازم لاماری زنت بود فرق میکرد. بریم ویدیوی سوم رو ببینیم که قرار جنجال باشه. حالا اینکه پسرا میگن نمیدونیم واسه دوست دخترمون ولنتاین چی بگیریم و میتونن درک کنم، ولی وقتی دخترا میگن چی بگیریم واسه دوست پسرمون برای ولنتاین و نه بابا تو خودت کادویی، تو ممه داری. پایانش به شدت غیر منتظره بود. راست میگه. تو خودت واقعا یه کادویی. اون 2 تا در واقع جیجی که داری خودش کادویی برای ما. میتونیم ازش شیر بخوریم. البته خود شیری هنوز فعال نشدن تا وقتی که یه هدیه‌ای بهش ندیم. اون هدیه هم بچه است. خب میریم سراغ ویدیو 4. رفقا ولنتاینتون مبارک. برادر کات نکن. آخه یه کادو چقدر ارزش داره که همچین بلایی سر ماشینتون بیاد. امیدوارم ماشینتون هیچ وقت به این روز نیفته. ولنتاین همتون مبارک. حواستون به کادوهاتون باشه. یعنی چی؟ خالصه. یعنی این الان کادو یا نداده به دوست دخترش یا کادو خوبی نداده. گرفته ماشینش سوزونده انگار. به گا داده. یعنی اگه این کسی همچین بلای سر ماشینم بیاره میگیرم یه قلاب میارم از دارش میزنم، از سوراخ دارش میزنم. خب
یا یک شیلنگ میارم میکن مادرش از دهنش در میارم. یعنی چی؟ ماشین آتیش میزنی مادر رسول ماشین آتیش میزنی. تو به اون غیرتی که داری پول داره آقا، ما نمیدونیم پول داره، حتما ماشین براش عددی نیست که بگه تو یک بلایی سرش بیاره. چی بگیم؟ بعد حواستون باش، کادو دختر رو دارم میگم، کادو ولنتاین میگیرید حواستون باشه که یه چیز اضافه تر بهتون هدیه نکنند پسرا. خودتون فهمیدید چه گفتم؟ و منظورم همون بود. آره شب ولنتاین خوش گذشت، حواستون باشه کادو اضافی نگیرید. ویدیو بعدی. كلان شبه ولنتاين من نسخام بولنتاين يلا بابا ولنتاين ولا نسخام ولا نلطام ولنتاين هذا حترك كلان ببربرة دوس ماجرة دوس دكتورة دوس حمد دوس ماجرة يا بابا حترك كلان شوغات دبي شجع ولا نسخام ولا نلطام ولنتاين ولا میگه بیا کادو بر برای دوست مادرت. هیچ وقت یه چی میگیم واقعا دلم میسوزه. این ویدیو بعدی. پورشه 24 میلیاردی میگیری برای کادو ولنتاین. اونم فکر کنم دختر برای پسر گرفته. چی کم داری؟ چی کم داری؟ فکر کنم یه طبقه از این هست، این پایین تر یه طبقه چیه؟ اون 100 طبقه هست زیر زمین و 100 طبقه هست روی زمین. ما 200 طبقه از این پایین فاصله داریم. چی بگی؟ برای حامد برای ولنتاین موتور خریدم، بعد نمیدونه ما سورپرایزش کنم. با من بیا. رو زنگو بزنش. من زنگو بزن. بفهمی مبارک باشه. برای شما خیرم برای ولنتاین. علکی دوستش داری؟ خیلی خفنه. بیا بده خوشگله. چند خریدی؟ دیگه گفتم با موتور تو خوشحال میشی. یعنی من دیگه همینجور در اومدم میخواستم حرفمو بزنم ندارم تا آخر ادامه پیدا کنه. یعنی تو شرف من دیگه جلوی دوربین خیلی وقت دارم از این ویدیوها میسازم و بازیگری و یه چیزایی ازش سر در میام، میدونم چی به چیه. تو شرف من اگر این چیز بازی نکرد، داشت فیلم بازی میکرد، یعنی از قبل میدونست خب موتور خریده ولی هلکی فشاری میکنه. دیدم تو سندت این میدونست که داره کادو میخواد بگه هلکی جدی. از خنده های تخمی روی صورتش مشخص بود که این داره نقش بازی میکنه. ویدیو تمام.